سلام عزیزان، به کانال منجق درمانی خوش اومدین. چرا منجق درمانی؟ به خاطر اینکه این کوچولوهای براق زیبا هم جسم و روحتون رو درمان میکنه، هم میتونه برای شما کسب درآمد کنه. اول از همه این که من اصلا استاد نیستم و هیچ ادعایی در زمینه منجق بافی ندارم. فقط این که مثل همه شماها یه باز از زمان رو دوچار مضیقه مالی بودم و کلاس نرفتم و به خاطر اینکه پیش زمینه‌ای در منجق بافی داشتم از یوتیوب نگاه کردم و یاد گرفتم. الان دوست دارم این هنر رو به همه یاد بدم. دلم میخواد اونایی که علاقه دارن ولی در مضیقه مالی هستن هم یاد بگیرن. خب اول از همه برای منجق بافی ما یه سری لوازم ضروری نیاز داریم. منجق، ببینید منجق میوکا داریم که وقتی شما میخواین بفروشین از همه گرونتر. منجق میوکای دلیکا داریم که گرده و منجق ملیل شکسته داریم. بستگی داره که شما چه طرحی رو برای کی و طبق چه پیشنهادی میخواید ببافید. چیز دیگه که خیلی نیاز داریم بهش بعد از منجق قفله و این قفل، این نوع قفل در ابعاد مختلف. بستگی داره که سایز دستبندتون یا سایز گلوبندتون، پابندتون چقدر باشه. فندک، کارگاه، شما احتیاج به یک کارگاه دارین که سیمو بهش، که نخا رو بهش وصل کنید و ببافید. چسب، دهن باریک، سیمچین، قیچی، موم برای صاف کردن نختون. سایز کوچیک باشه اگه دستبندتون کوچیکه. سایز پهن داریم که باید سوزن بلند بگیریم و سایز متوسط داریم. این لوازم رو میتونین از کوچه مروی، پاساژ امام رضا تهیه کنین. کانال منو سابسکرایب کنین تا جلسه آینده و اولین بافی.